مقامات قرقیزستان گفتند طرفداران گروه افراطگرای دولت اسلامی به یک اسلام شناسی شناخته حمله کرده و او را کارد زدند. قادر ملیکوف مدیر سازمان مذهب، قانون و سیاست شب 26 نوامبر در نزد خانه‌اش مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفته است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 30 نوامبر گفت شخصانی که به او حمله کردند در شهر غازیان تپه ترکیه در نزدیکی مرز با سوریه دستگیر شدند که اینجا یک محل عبور تندروان اسلامی از ترکیه به سوریه به حساب می رود. درباره حمله به این روحانی و اسلام شناسی شناخته قرقیزستان صحبت داشتم با قوبانچیبک جالداشوف، همکارم از بخش قرقیزی رادیوی آزادی. قوبانچیبک، قادر ملیکوف تا چه حد در قرقیزستان آبرو و اعتبار دارد؟ Спасибо. Кадыр Маликов, теолог и общественный и религиозный. قادر ملیکوف اسلام شناس و روحانی به آن معروف بود که پیوسته از طریق مطبوعات نظر و دیدگاه‌های خاص خود را بیان می‌کرد و فرقش از دیگران این است که او قانون و حقوق در اسلام را در اردن و علوم دنیوی را در مادرید در اسپانیا آموخته است. نظرهایش واضح و روشن است. او سالهای اخیر بسیار وقت از حکومت و جامعه دعوت می‌کرد که هوشیار باشند و پیش راه پیدایش رویه‌های تندرو تکفیری در قلمرو آسیای مرکزی و از جمله در قرقیزستان را بگیرند. او میگفت که این گونه رویه‌های تندرو برای جامعه و کشور خطرناکند و از گروه‌های خرد می‌توانند به حرکت‌های بزرگ تبدیل یافته برای جامعه خطر ایجاد کنند. او میگفت که رویه‌های تندرو تکفیری از آن جهت برای جامعه خطر دارند که در ایدئولوژی آنها خشونت، تروریسم وجود دارد و در فتواهایشان گفته می‌شود که انسان را برای اعتقاد دیگر می‌تواند جزا دهید و یا محکوم کنید. او چشم جامعه را به همین رویه‌ها باز کرد و بنا به گزارشات چندین دفعه چنین گروه‌های خرد به او تهدید کردند. На территории Центральной Азии, на территории Кыргызстана. مقامات قرقیزستان درباره عاملان حمله چه گفتند؟ از کجا معلوم شده است که آنها طرفداران گروه دولت اسلامی هستند؟ В результате расследования, совместного расследования ГКМБ и МВД. مقامات رسمی از جمله وزارت امور داخلی قرقیزستان اول به این قضیه چندان توجه نکردند و گفتند که کارتکشی به سبب‌های معیشی رخ داده است. ولی دیروز و امروز اطلاع دادند که در رفت تفتیش یک جایه وزارت امور داخلی و کمیته امنیت معلوم شده است که عاملان حمله طرفداران گروه دولت اسلامی اند. و امروز مقامات رسمی اعلام کردند که یکی از این حملگران را در قلمرو ترکیه دستگیر کرده اند. Один из них уже задержан на территории Турции. تشکر. همکارم قوبانچیبک جالداشوف از بخش قرقیزی رادیوی آزادی صحبت می‌کرد.